السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زائرین و حجاج محترم، وقتی که مسجد حضرت رسول الله میبروین ای پیش در روزهای 4 یا 5 راست تکی میایین. نمجا جاهایی که دیدنی هن، جاهایی که باید کدومی که آمد حتمی بیاید اینجا رو تماشا کنم. اینجا اگر او طرف هم برای جای بسیار خوب داره برای تماشا، برای گشتن. این پره هم برای اگر بسیار جاهای خوب داره. راست تکی هم اگر برای راست تکی هم جاهای خوب داره. مثل بیزنس سنتر، مثلا بیزنس سنترهای هستن که میدروید تماشا میکنین، بتونین بخرین. همه چیزو هست. کیلوش ارزان تره نظر به فکر میکنم به روسیه و تاجیکستان. بعد عطرای خوب داره. بعد اگر سودا کنین، مقصد سراسیمه نشین، سودا کنین لباس و دیگه چیزا هم میتونین که به نرخ خوب و ارزان دسترس بگیرین. اینجا حاضر کمک کارهای چیز رفته است، تعمیری رفته است. انشاءالله اگر یک ماه دو ماه پس دیگه شاید که خلاص شود. این پرا جای مغازین لباس ها است. انا اینجا موزه بود است، موزه متحف و بستان الصافی، موزه و باغ صافی. اینجا درونش بعد بالاش خیلی بود چیزا انا موزه باشه. اگر بالاش اینه که این درونش این خیلی فانتان داره. حاضر کار نکرده از بفکرم. اوه فقط اوه نه بیرق سعودیه. اینجا مردم کامera موندگی هم برای تماشا. نه ماشین چه که موندگی هم کدام دوری باشه که نمیدونم. ماشین کهنه با فکر ای پیش صورتش میکنه. ماشین چه هذا اخي؟ هذا اي موديل لا اسم غير مكتوب. جرماني مرسيدس. مرسيدس هذا. الله من أي سنة هذا؟ 82 1982. قريب يعني ليس بعيد جدا. عند الملك فهد. ملك فهد رحمه الله. إيه ماشين ملك فهد بداس پوچوی سعودی. وزینا ملك سلمان هاي بعد ملك عبدالله بود، بعد او ملك پیش او وزین ملك سلمان، پیش ملك سلمان ملك عبدالله رحمه الله، پیش ملك عبدالله ملك فهد بود. این ماشین ملک فهد بود است. 1982 سال. بعد ماشین مرسدس، ماشین مرسدس بود است. ماشین ملک فهد رحمه الله. اینجا چی را نشان میده؟ یکی خانه‌های عربی چه خیلی میشوه.
عربا باید اینمیتا خیمه دهن، اینمی مردمی سعودی، مردمی خلیج شتر دوران اینمی خیل شتراش ببینید چه بازی بان شتر برای خودش با بازی بی دوراده. سلام علیکم یا حیا مرحبا. اینه خیل خیمه‌شون و تو کمک آدمو اگر غم نتیان شونکش کنیم عقیب نگاه کنید چه خیلی ماشاءالله اللهم بارک. نمیخواد اکثر یکو موندگیان این خیمه در صحرا بسیار میشوند. در اینجا بعد این علو میکنن در درونش علو که کردن چای میمونن قهوه میمونن خیلی جودا میشینن صحبت میکنن چق میکنن. نم خیلی پگه روزی چیزایی آزادی بگیم یا که روزی یک جای شوی سعودی ای پگه یا پگه دیگه 23 اگر خطا نکنم 23 سپتامبر روزی یک جای شوی سعودی ای. برای اینکه اول سعودی قبیله بود بعد یک جا شدن یارا همین عبدالعزیز پاچوی پیشینه شو ملک عبدالعزیز یک جایه شو کرد نام مسجد حضرت بلال ای. خب اینجا بعد نماز خفتن بعد نماز شام بازار میشوه در قریبی همین مسجد ده آدم هم خیلی همه چیز سودا میکنن. در اینجا میوی ارزون چیزای ارزون میوی نکی احتیاط میکنی مقصد فن نخری در جهت فن نخری که مثال ممکن چیزی بیزه بود بتیان نرخ ارزون گفته آره همون خیلی چیز خشو پشت روش نگاه میکنی بعد چیزا میخری. اینجا بسیار روبکه میشوه خیلی برای اینکه آدم بسیار داره ماشین جای مقصد در کاری است. حاضی بعد نماز خفتن همه میبروین ای طرف مسجد ایسا اوسا هر طرف لغت که میکنن بعد روی بزیب میشوه راه محکم میشوه. حاضر هر چه که دایی لولا را بازار میکردن بازار نکرده ایسان حاضر دیگه کمک آسون ترک میشوه رفتن مو طرفی بازار. میره مگازین شیرینی ها شو مگازین شیرینی نبود است بله شیرینی قطعی مگازین ترشی چیزای ترش اینجا میشوه گرفتن حاضر میگیریم این قرده. خب این پرا جای خورما اینجا جای مگازین خوراکواری انا این پرا شروع میشوه همش چیزان اوقات خونه ها میشون همش اوقات خونه هم پرا. این اینجا جای پدرکوان پدرکوش باید که اینجا ارزونتر باشه نظر به پیش مسجد حضرت رسول الله اینجا باید ارزونتر باشه. भाई इसका होलसेल है आपके पास ये परफ्यूम का होलसेल है होलसेल जुमला है هنا پرام هم خیلی مغازینان هم چیز 10 سومی ای هم لباس چیزی که بگیری در اینجا 10 ریال ای 15 هم دست 20 هم دست رومالو عربی 10 ریالش قریب 170 روبل ده چیزی بگیری. این اینجا هم جای سومکه و ساعت دوخی و این جای برای کودک و رگان پدرکه مدرکه میگیری هست مگازینو جا ارزون ایده مقصد
همون طرف مسجد حضرت بلال. این اینجا جای لباس های زنانه. خاکی لباس ها در کوچه نیا و در خونه اگر پوشن زنکا بسیار بزیبنده و جای بود لباس ها. او پرش جای خوراکه همین طرفتگی سنی بالا همین طرف همه همین او پره خیلی درون با درونه بدرای با هم خیلی درون با درونه همش سوق و سمک نام داره جای ماهی نام داره ده جای ماهی انا این پره جای لباسه جای لباسه اینا اینجا جای صورتگیری و خیلی جا اینا لباس ها شورتی که بیزارای طریق حجی اینجا جای گوسپند گوشتی گوسپند گوشتی گوسپند اینا گوسپندای دمدار گوسپندی دمدار اینجا جای خورما باقی در امان الله باشه الله متعال همه ما و شما را نگهدار باشه الله متعال وطن عزیز ما را حفظ کنه تنجی و امانی را دائما برقرار گردانه در وطن ما به سبب همون تنجی انشاءالله پیشروی می شود علم هم به سبب همون تنجی می آید پیشروی هم به سبب همون تنجی می آید تنجی نباشه هیچ کار نمی شود الله متعال بیمارا را شفای کامل و عاجل نصیب کنه الله متعال کسانی که همسر ندارند یا شوهر ندارند الله متعال شوهرای خوب همسرای خوبشون نصیب کنه به فرزندان الله متعال فرزندای صالح و صالحه نصیب کنه کسانی که قرض دارن الله متعال قرض نجاتشون بده کسانی که بیکارن الله متعال کارهای خوبشون نصیب کنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه قنا عذاب النار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته